این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه دروغ درمانی مهره‌های نظام و ادعای دوغکی وحدت. یه عده خیال میکنن که در ایران یه دو دستگی بین مسئولین وجود داره، یه عده طرفدار مذاکره هن، یه عده طرفدار مقاومت هن. این واقعا دروغ هست و آمریکایی‌ها هم دارن بر این میدمن و یه عده هم دارن فتنه انگیزانه اینو میکشونن به میان مردم و حتی میان اجتماعات. حالا این شما و این هم یک چشمه از یک دستی در نظام ولایت. این میگه کینگ مجتبی در جریان مذاکراته. من به شما بگم مذاکرات زیر نظر رهبر معظم انقلاب با رهبری شورای عالی امنیت ملی داره پیش میره. این یکی نوچه خامنه ای هم درباره مذاکره اینطوری میگه. با کی مذاکره حرامه؟ با کسی که با دولتی که با حاکمیتی که وقتی که هر موقع شما باهاش قرارداد میبندید انهم لا ایمان لهم، هیچ قرارداد حالیش نیست، به هیچ تعهدی پایبند نیست. یعنی شما یک مورد بگید ما با این آمریکایی‌ها با یه تعهدی نشستیم امضا کردیم با اینا به نتیجه رسیدیم. اینجاست که قرآن میگه دست مذاکره چیز بدی دستتو قلم میکنم خودم. این وسط بسیجی‌ها هم گیر کردن و به قول خودشون بلا تکلیفن. اگر مذاکره میکنید نتیجهشو بگید، اگر توافق نتیجهشو بگید، اگر جنگ نتیجهشو بگید. ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم. این یکی هم مذاکره رو میمالونه و دنبال بازدارندگی با بمب اتمه. رهبرمون رو دارن تهدید میکنن. بله، رهبری رو تهدید میکنن. تو صلح و آتش بس طرف رسما اعلام میکنه ما بفهمیم کجاست میزنیم. خب عامل بازدارنده چیه؟ من برم مذاکره کنم؟ من برم مذاکره کنم بیام این جلوی زدن رهبری رو بگیره؟ این جلوی ترور رهبری رو بگیره؟ البته تمام این مشت و لگدایی که اینا نثار هم دیگه میکنن آخرش توی فک مجتبی فرود میاد. بسیجی ها هم که تو خیابون دارن کپک میزنن با این نوع ها برای شروع دوباره جنگ زمینه سازی کردن. رستم تهمتنی چرا دیگه نمیزنی؟ رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی. از اون طرف توی مناظره های نمایشیشون این حرفا درباره جنگ بیرون زد. پارادایم تخاصم با ایالات متحده آمریکا به ما 2000 میلیارد دلار ضرر در حوزه هسته‌ای تحمیل کرده، 350 میلیارد دلار هزینه در جنگ سوم تحمیلی و 100 میلیارد دلار در جنگ 12 روزه تحمیل کرده. با آمریکا هم مذاکره می‌کنیم جنگ نشه ها. قطعاً ببین ما به میزان کارت هایی که داریم باید بریم روی میز ما که مذاکره کردیم آمریکا ترین بده چرا برنداشت اینو به من بگید. خلاصه که جشن وفاق تو نظام ولایت یه چیزی تو این مایه هاست. این دعواها تا جلسات روزخونی آخونده هم رفته. یکیشون میگه اختلاس و بیخیال، امنیت نظام رو بچسبید. آقایون از مقام معظم رهبری نقل کرد که ایشون فرمودن من شکایتم را از کسانی که فتنه به پا کردن در این کشور و انسجام جامعه رو نشانه گرفتن من از خدا پس نخواهم گرفت. چرا آقا دست گذاشته رو اینجا؟ حتی دست نداشته رو کسانی که اختلاس میکنن مال مردم میکنن، اونم گناه اجتماعی بزرگی. ولی اونی که انسجام ملی رو زیر سر میبره اون فتنه گری و بقیه بر امام عادله. چرا؟ چون انسجام و وحدت ملی رو نشانه میگیره. این یکی هم اینطوری به همریشش پشت پا میزنه. مسئولین این مملکت بگم از دولتش گرفته تا قوه قضاییش تا مجلسش به همشون میگم اگر میخواهید این مملکت آرامش پیدا بکند یه راه بیشتر ندارید. اگر ریگ به کفشتون نیست و واقعا دلتون میخواد مردم آروم باشن، اول یه اختلاسگر اعدام کنید بعد یه اختشاشگر. چون عامل اختشاش اختلاس است، عامل عصبانیت این نسل جوان اختلاس است.
رانخاریا. چرا خلاصه که این روزا نشستن روی منبرم برای آخوندا ریسک داره. از اون طرف دنبال روحیه دادن به بسیجی‌های دماغ سوختن، یه روز با موشک آوردن تو خیابون. وای واقعیه یه روزم با این روزه‌های مضحک. حالا دیگه وضعیت پرستوها هم فرق کرده و تاریخ مصرفشون تموم شده. شما الان با این تیپی نمید از این بسیجی شما رو بگیرن؟ تا به حال که نگرفتن، کاری هم با هم نوشتن، شکلات دولم بهم دادن. بعد از این که این جنگ دیگه داره تموم میشه و حالا این اتفاقات تموم شده، خیلی اومدن یهو میان بهت میگن که خانم پرچم دستته، شالت هم سرت کن. درسته که اصلا واقعا درست نیستش. تا تذکر دادن یعنی؟ بله 2-3 بار بهم تذکر دادن. تو که گفتیم یه سال چی شد؟ چی شد ازگل؟ از این سوتی ها هم تا دلتون بخواد تو سیرکای شبانه آخوندا هست. خلاصه که فرمون بد جوری داره از دست مجتبی خارج میشه. مشنگستان این هفته رو با روزخونی این کارشناس اصلاحاتی نظام برای عظمای یخچالی شروع میکنیم. من قلبم تا وقتی زندم مجروحه برای سر این موضوع و حفره داره، خواهد داشت. برای اینکه من میدونستم ایشون بزرگترین استراتژیستی است که تا حالا در ایران به رهبری رسیده. استراتژیست ها آفرین. ما دیگه آفرین جهانی شناس، همین می‌خواستم بگم، مسئله شناس، یعنی روابط بین المللی، مسائل نظامی اینا شناس بالاتر از آقای خامنه‌ای نداشتیم، جدا از جنبه‌های دیگه زندگی ایشون. سوتی این مداح هفت‌تیرکش عظما هم توی مجازی وایرال شده. میاد برای عظما آرزوی سلامتی کنه، یادش میفته طرف سقط شده. رهبرمون حفظ کاربرای فضای مجازی هم مشغول تولید کلیپ با هوش مصنوعی هستند. از خاطرات عظما در یخچال دیگه درو باز نکن تا میکروفون گذاری برای عکس خامنه‌ای. به زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و البته مردمی که پاسداران اصلی میراث امام خمینی رحمت الله علیه یعنی جمهوری اسلامی ایران هستند. و این هم یک نمونه از قمپوز درمانی های سرتشتک های سپاه. ما با تمام قدرت در خیابان ها با مردم می جنگیم، خواهیم جنگید. در مدارس و دانشگاه ها با دانش آموزان و دانشجویان می جنگیم. در مهد کودک ها با کودکان معترض و مادرانشان می جنگیم. ما در هر خانه‌ای که صدای آزادی شنیده شود وارد خواهیم شد. ما از هیچ چیز نمی گذریم، نه از کودک، نه از نوجوان، نه از مادر. این کشور مال ماست، نه مال مردم. گاز دادن آخوندا تو این اوضاع و احوال جواب نداره، باعث کله پا شدنشون میشه. دعوای کیفکش های جلیلی با زرشکیان هم ادامه داره. از هر فرصتی برای جفتک پرونی استفاده میکنن.
آقا من نظرم این دولت روحانی شیاد بوده، حالا نظر شما نیست ما دیگه. من چیکار کنم؟ ما رومون نمیشه با جلیلی همچین آقا شما هم بگو، اشکال نداره. اگر قضاوت، من کلمه شیاد کمترین صفتی که بر دولت روحانی تو هم بده. من رسانه‌ای خاصی نیستم، من رسانه فعالیت نمی‌کنم. میشه بگی تو انتخاب چه کسی رای دادی؟ من در مورد این شما اینجا جلسه بازجویی مگه می‌خواید بذارید؟ ببینید من اگر انتخاباتی هم اگر توی انتخاباتی هم رای دادم رای خجالت میشه بگی نه چون شما به کسی رای دادید که مسیر رفت کشور درگیر رای به کسی ندادم که شما نماینده اون هستید. اشکال نداره، ولی اجازه بدید صحبت، ولی شما امروز حتی روتون نمیشه بگید کی رای دادید. نه چرا رومون نشه؟ ما رای دادیم که امثال شما سکان کشور رو به دست نگیرن. این یکی هم دنبال کله کردن زرشکیان و کابینشه. حتما ما یک تغییر ساختار جدی در دولت میخوایم. ببین آقایی که اون بالا نشسته درسته دلش با مردمه، درسته واقعا خودش هم داره جهادی کار میکنه، زیر دسته وقتی گزارش غلط بهش میده اون هم بر اساس گزارش غلط میاد تصمیم گیری میکنه. پس بنابراین رئیس جمهور نیازمند آدم‌هایی که لیبرال نباشن، مدیر جهادی باشن. امروز روزگار جنگ، آقایون برن منزل، شرایط صلح برقرار شد دوباره بیان سفر خارجی و این ور و بالا و پایین رو ادامه بدن. خواهشمندیم این چند هفته رو واقعا کمک کنن مدیر جهادی بشینه. زرشکیان تو این اوضاع و احوال گیجه خودش هم نمیدونه کی توپ رو پرت کرده و کجا باید دنبالش بره.